فقط 1% مردم این رازو میدونن، اونم به هیچکی نمیگن. تمام گرفتگی های عروق بدنت، کلسترول بد خون، چربی خون و التهاب شدید بدنت قراره با یه نسخه خونگی و کاملا مجرب از بوعلی سینا برطرف بشه. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. مثل همیشه لایک یادت بره. نیاز داری به 5 حبه سیر. اگر سیر همدان باشه خیلی عالیه چون اسیدش بالای 80%. 3 عدد لیمو ترش کوچیک تازه، باید پوستشو بگیری تا حدی که تلخیش از بین بره. 1 لیوان آب ولرم، 1 قاشق غذاخوری عسل و برای تاثیرگذاری بیشتر 3 قاشق غذاخوری سرکه سیب. همه اینا رو بریزید داخل مخلوط کن. وقتی خوب مخلوط شد 1 لیوان صبح 1 لیوان شب از این ترکیب فوق‌العاده به مدت 5 روز استفاده کنید. 10 روز استراحت کنید و دوباره 5 روز از این ترکیب فوق‌العاده استفاده کنید. هر فردی، حتی افرادی که نمیدونن عروقشون گرفته است یا بازه، میتونن از این ترکیب فوق‌العاده استفاده کنن. این مجرب ترین نسخه برای رفع گرفتگی عروق بدن بود. اگر مفید بود حتما پیج رو فالو کنید. این ویدیو رو بفرستید برای هر فردی که مشکلات قلبی عروقی داره.